به شیر مادرش قسم خورده بود، کنی اون قسمهایش. به قرآن قسم خورده بود، کنی جواب اون قسمهایش. اکنون رحمان فقط مانده بود که به داستانهای بابای فیض و شعرهای محمد غایب یا کیم که دیگر قسم خورد. دیگر به هر چیز رحمانوف قسم خورد کسی به قسم این باور ندارد. قسم رحمانوف مثل قسم همان بوز است که هر سال وقتی حامله شدن از درد حامله سوگند یاد میکرد که اگر زنده مانم من دیگر با یگان تکه یا بوزی نر دیگر همخوابه نمیشوم. و دیگر به قسم های رحمانوف هم مردم تاجیکستان باور ندارند. در همین 21 سال رحمانوف کار کرد، تاجیکستان را به تاریکستان مبدل کرد. خانه های بی برق این رحمانوف است، خانه های بی گرمی این رحمانوف است، مهاجران سرسان و سرگردان این رحمانوف است، چهره های ناامید این رحمانوف است، چشمان اشکالود این رحمانوف است. ما دیگر نمیخواهیم که در زیر ظلم این ظالم زندگانی کنیم.